اسکندر مقدونی وقتی به سرزمین پهناور فارس لشکر کشید، مشاوران خود را جمع کرد و گفت: من به این مردمی که از من با سوادترند چطور حکومت کنم؟ یکی از مشاوران اسکندر برخاست و گفت: سرورم، کتاب‌هایشان را بسوز، بزرگان و دانشمندانشان را به قتل برسان. دیگر مشاور برخاست و گفت: سرورم، شخصانی که سواد کافی ندارند به منصب‌های بلند نشان، بزرگانشان را به کارهای پست وابسته کن. آنانی که دانش کافی ندارند غلام حلقه بر گوشت می شوند و گوشت می کنند. دانشمندانش از این کار بیزاری جسته گوشه نشینی و یا ترک کشور می کنند.